نصب کلس استارتر بر روی خودروی 207 با نزدیک شدن به درب خودرو در به صورت اتوماتیک باز میشه. دکمه انجین استارت رو مشاهده میکنین، سر جای فابریک تعبیه شده. عملکرد به این صورت هستش: باز دادن دکمه انجین، بار اول برق ACC، بار دوم برق پشت آمپر و پا رو پدال ترمز بذاریم خودرو استارت میخوره. دستگاه دارای 2 سال ضمانت تعویض، اتو 2 سمت داره، استارت از راه دور. ممنونم که این کلیپ رو تماشا کردید. نصب شده توسط گروه پرشین آپشن. نصب کلس استارتر بر روی خودروی 207 با نزدیک شدن به درب خودرو در به صورت اتوماتیک باز میشه. دکمه انجین استارت رو مشاهده میکنین، سر جای فابریک تعبیه شده. عملکرد به این صورت هستش: باز دادن دکمه انجین، بار اول برق ACC، بار دوم برق پشت آمپر و پا رو پدال ترمز بذاریم خودرو استارت